یکی از شاخص‌ترین آثار دوره هخامنشی که مورد توجه بسیاری از باستانشناسان، بسیاری از هنرمندان و همچنین همه هموطنان ما هست، اثری که در حال حاضر در پشت سر من ریتون همدان، ریتون شیر طلایی همدان هست که ترکیبی از یک شیر بالدار و یک محفظه قیف مانندی که در پشت این اثر حفظ شده. اما در این اثر این ریتون به شکل شیر ختم شده که یک حیوان قدرتمند، حیوانی هست که متاسفانه جسد آخرین شیر ایرانی در کوههای بختیاری در حدود 100 سال پیش دیده شد و پس از اون شیر ایرانی متاسفانه ناپدید شد و دیگه دیده نمیشه در محیط‌های طبیعت ایران. این اثر مهمه به خاطر اینکه از چند تکنیک ساخت بهره منده و در یک هارمونی و یک هماهنگی بسیار خوب در ترکیب حیوانی که بالدار نیست ولی بال برای اون در نظر میگیرن، قیف، پنجه هایی که روی زمین قرار گرفته و ایستایی که خود اثر داره، یک هماهنگی و چشم نوازی بسیار زیبا. در ساخت این اثر علاوه بر قالب ریزی که اتفاق افتاده، قسمت بالها، قسمت قدامی و جلوی بدن حیوان، زبان و قیف جداگانه ساخته شده و روی همدیگه قرار گرفته، هم به تکنیک لحیمکاری هم به تکنیک پرچکاری که جزء تکنیک‌های اتصال فلزی هست. این اثر کنار هم قرار گرفته و محکم شده. جزء اولین آثاری که انسان استفاده کرد برای نوشیدن شاخ حیوانات بود. همین دوایری که روی شاخ هست رو شما در قیف پشت سر هم میتونید ببینید. اگر این ظرف در حال نوشیدن باشه طبیعتاً زیر بدن حیوان هم دیده میشه. در این صورت استادکار پنجه های حیوان رو هم جوری ساخته که واقعا مثل خود شیر اون بالشتک هایی که زیر پنجه گربه‌سانان هست رو روی این اثر اجرا کرده. نژاد اون شبیه شیر ایرانیه که یالهای بلندی داره در طول بدن ولی اصولاً یالها، تارهای موش خیلی کوتاهه و همون حالت دهان باز یک نشانه قدرت، شاید به نظر بیاد خشمه ولی بیشتر از هر چیزی حیوان رو داره در یک شکل قدرتمند خودش به نمایش میذاره. حاشیه لبه بالای قیف رو هم ما نقش گل‌های نیلوفر رو از نیمه داریم، یعنی صرفاً به این ترکیب استادکار بسنده نکرده و هنرمندی که اون رو ساخته از عناصر تصویری دیگه دوره هخامنشیان یعنی گل‌های نیلوفر هم بهره برده.